وقتی آقای ضابطی بچه ها میان میگن که اسبابای ما رو ریختن بیرون، من میفهمم آقای نجفیان، چون من یادم میاد وقتی اسبابامون رو ریختن بیرون، مادرم منو گرفت زیر چادرش و من صدای قلبش رو که همسایه‌ها می اومدن رد می شدن و این از شدت خجالت قلبش میزد رو دارم حس میکنم، یادمه. وقتی که میرفتم واکس میزدم دم حرم، به من روزی حلال رو یاد داد. واکسیم که تموم میشد میرفتیم دم روزنامه فروشی، سال 55 صف وا میستادیم، 2 روز بعد روزنامه ها میرسیم. 2 تا روزنامه داشتیم، کیهان و اطلاعات. من روزنامه فروش بودم، میرفتم 8 سالم بود، میرفتم لابلای ماشینا داد میزدم کیهان اطلاعات، کیهان اطلاعات. تو رو خدا روزنامه های ما رو بخرید، ما شب گشتیم. اگه روزنامه ها رو نمیخریدن، داستان این بود که میگفت همه سبزی ها توی این چمن میدونا نخوردنی نیستن، بعضیاش خوردنی هن. نگاه کن گوسفندام میخورن مادر جان، طوریشون نمیشه، شما هم بخورید. بچه هاشو میبرد چرا که اینا نصف شب هی بلند نشن بگن گشته ایم گشته ایم گشته ایم. روزنامه میفروختم، اما تمام مدتی که روزنامه میفروختم او کنار دیوار نشسته بود و برای من دعا میکرد و بخشش. یه روزی روزنامه ها رو فروخته بودم، قول داد خانم سام، گفت اگر همه روزنامه ها رو فروختی برات کانادا درای میخرم. کانادا درای آرزوی یه بچه فقیر بود توی تابستون، اونم سردش. این درش که باز میشده و گازه که میزد بالا، انگاری 40 تا پرتقال توی شیشه است و داری میخوری. آرزوی بچه ها بود. ما میرفتیم پوز میدادیم، من کانادا خوردم. قول داد اگه روزنامه ها رو بفروشی 1 کانادا درای برات میخرم. من روزنامه ها رو همش فروختم. خیلی هم گریه کردم که آقایون شیشه ماشین رو بکشن پایین از من روزنامه بخرن. از این بچه هایی که بهتون گل میفروشن یه گل بخرید. از کجا میدونید یک علیرضا از توش فردا در میاد؟ پولا رو بهش دادم، سکه ها الان یادمه، ما 1 تومن میخریدیم 15,000 میفروختیم. بعضی ها میدیدن من خیلی بچه‌ام، گفتن 5,000 باشه انعامت. من انعامو خیلی دوست دارم، برای همین الان هر جا میرم تو رستوران غذا میخورم حتما اول فکر انعامو میکنم بعد فکر غذا رو. روزنامه ها رو که فروختم اومدم گفتم نه همشو فروختم. گفت نه الهی دست به خاک بزنی زر بشه. چقدر دعاهاش الان کمکم میکنه، چقدر خوب مادرها برای بچه هاشون دعا کنن. وقتی داشتیم رد میشدیم از جلوی بقالی آقای بیتا رد شدیم. وقتی از جلوی بقالی رد شدیم دیدم داره رد میشه، چادرش تکون دادم گفتم نه کانادا درای. گفت نه ولم کن 1000 تا بدبختی دارم. یه بچه 8 ساله تو بهش قول دادی، تو خودت گفتی اگه کانادا درای، اگه روزنامه رو بفروشی بهت کانادا درای میدم، چرا بد قولی میکنی؟ رفت و من وایستادم و گریه کردم. لجم گرفت، خیلی اذیت شدم، خشم همه وجودم رو گرفت. وقتی به این بچه میگم چرا کشتیش، میگه خشم همه وجودم رو گرفت. من میفهممش آقای ضابطی، من میفهممش. یه نگاهی به بقالی آقای بیتا کردم، دیدم چند تا جعبه نوشابه کانادا درای و پپسی اون کناره. به ذهنم زد یکیشو بردار فرار کن. یکی از این کانادا درای برداشتم فرار کردم. نمیدونم به کدوم سم، نمیدونم به چی خوردم، ولی یه دفعه خوردم زمین. دیدم آقای بیتا پشت سرم داره میدوه، کانادا درای افتاد یه طرف، من افتادم یه طرف. آقای بیتا اومد دستمو گرفت، داد میزدم تو رو خدا، تو رو قرآن، تو رو امام زمان، تو رو امام رضا، اگه ننم بفهمه میکشدم، تو رو خدا غلط کردم. منو میکشید. کانادا رو برداشت رفت طرف بقالی. گفتم یا کتک میزنه یا میفرسته دنبال ننم یا منو میده دست آژان. همه وجودم ترس بود، همه وجودم، قلبم داشت وامیستاد. منو برد تو مغازه، نشون روی نیمکت خشخشی خراب گزیف، در یخچال سبز ارجشو باز کرد. گفت پسر جان کانادا درای رو باید سرد بخوری. اله قربونت برم، هر وقت کانادا درای خواستی بیا پیش خودم، با بیسکویت مادر بهت میدم. روح منو خرید خانم سام. من هر وقت کانادا درای میخواستم میرفتم دم بقالی آقای بیتا. آقای بیتا نیست ولی من هستم. 100 نفر به نام این مرد استخدام کردم، آوردم سر کار.
روح آدم‌ها رو بخرید با یه کار کوچیک، با یه کار خیر.